سلام و عرض وقت بخیر. با یک وارشتاک دیگه با شماییم. علی سلامی داشته باش به مخاطبا. سلام که با یه وارشتاک دیگه با شما. علی تو ادامه شو. دوباره هم برم ادامهش. خب امروز صحبت که زیاد داریم. بعد از بازی با آریو ما برنامه نداشتیم، البته خب حالا زیاد قرار نیست. تنبل شدی میخورد. تنبل شدی یه خورده. تو شدی، من که هستم روزای تعطیلم تو اصلا زنگ نمیزنی، برای خود میری اینور اونور دور دور. من میرم دور دور. آره بابا من که مستند باید بیام از جامبو بسازم این سری. اسپانسر برنامه‌مون هم که شده جامبو. آره جان هاشم. کدوم سید علی هاشمی؟ خب بریم. عرضم به خدمت شما که در مورد بازی با آریو حالا صحبت می‌کنیم، هرچند کم، چون واقعا اصلا به اون بازی که فکر می‌کنیم حالمون به هم می‌خوره. آره کلا دپ بودن ما تو همین ولاگ اخیرم به خاطر هم بازی چی بود؟ آخه بازی نبود، ما هیچ کاری نکرده بودیم، هیچی نبود. فقط رفته بودیم اونجا قشنگ شیک و مجلسی ببازیم برگردیم. و خب بعد اون بازی هم کلیپاش در اومد که چقدر هوادارا ناراحت بودن، حالا چند تاشون داشتن اشک میریختن و اینا، کلیپش پیجای مختلف پخش شد. بازی بود که دیگه آریو بازی به ما دیکته کرد، هر کاری داشت خواست کرد. حالا ما هم حملاتمون اونقدر که یکی از بدترین بازیامون فکر می‌کنم خیلی ضعیف بودیم و حقمون باخت بود و چیزی خاصی نمیشه در موردش. اون روزم که خودمون داشتیم دیگه اینجا گزارش بازی می‌کردیم، هر حرفایی که باید می‌زدیم و زدیم دیگه. دقیقاً خاصی نیست. قبل از اینکه حالا بریم سراغ بخشای اصلی برنامه که صحبت در مورد شهر راز و بعد صحبت در مورد نفت مسجد سلیمان، قبل از اینکه وارد این بخشا بشیم اینو بگم که مثل همیشه کد شارژی تو این اپیزود هم در نظر گرفته شده. کدهای شارژی در واقع کدها تو این اپیزود هم در نظر گرفته شده و اینکه ما امروز یک مهمان ویژه هم داریم که جلوتر حتما بهمون اضافه میشه. شما هم حتما میشناسینش و فکر میکنم که برنامه یک جذابیت ویژه‌ای براتون داشته باشه. شاید حالا عکسش رو هم روی تامنیل دیده باشید. خودم بعد مدت‌ها دارم می‌بینمش. آره. و اینکه اگر حالا اولین باره که این برنامه رو دارید می‌بینید بدونید که این برنامه کل هدفش صحبت کردن در مورد داماشه. اگر کلا کانال وارشت اسپورت رو تا این لحظه سابسکرایب نکردید حتما ما رو سابسکرایب کنید، لایک بزنید به زیر این ویدیو، کامنت بذارید و زنگوله بزنید. علی برسیم به بازیمون با شهر راز شیراز. خب بازی با شهر راز اولا که خب یه وقفه طولانی افتاد بین دو تا بازی، تقریبا نزدیک 11 روز بود فکر کنم و شاید حالا این فرصت باعث شد یه خورده تیم بیشتر تمرین کنه. البته تمرین که چه عرض کنم، فکر کنم هنوز تمرین‌ها اون سردار جنگله. اصلا شاید یکی از دلایلی که ما اون عملکرد خوبو نمیتونیم داشته باشیم تا یه حدی مربوط به همین باشه. حالا نام بردی از سردار جنگل، من یک کامنتی وسط بذارم و اون اینه که گویا هیئت فوتبال به داماش میگه که توی سردار جنگل که دارید بیاین تمرین میکنید پولتون رو بدید و سر همین قضیه حتی تمرینات توی سردار جنگل هم میخوره تقلق شدن یا حالا پول نقد میخوان و از این داستانا. خب. اینم اتفاقی که افتاده. گل بود به سبزه نیز آراسته شد. خب طبیعتا با توجه به بازی اخیری که حالا با آریو داشتیم، حالا قبل اونم خونگی که چادر ملو رو با بدشانسی نتونستیم ببریم، حالا هوادارا بعد بازی ناراحت بودن، واکنش خوبی نداشتن و بعدم که اون بازی آریو پیش اومد دوباره یه داستان غم انگیز دیگه خارج از خونه بود. کلا کسی با مود خوب نرفته بود. حالا اون روز من رفته بودم، کلا هر کی می‌دیدم جو یه جوری سنگین بود بینم. اصلا اول میگفتن اصلا ما واقعا دیگه چی رو تشویق بکنیم، دیگه چه کاری میتونیم انجام بدیم که اوضاع بهتر بشه. در مورد خود بازی حالا نیمه اول یه خورده پایتر بود، یعنی مثلا شهر رازم یه حملات نصف و نیمه داشت، بعد ما هم تک و توک حملاتی داشتیم. نیمه دوم ما یه خورده بهتر شدیم، حالا یه تاکتیک خاصی داشتیم میدیدم، یا مرتب مثلا پشت محوطه یه پاس روی بیرون میدادیم که یکی شوت بزنه. چند تا موقعیت ما همینطوری از دست دادیم که یکیش هم آخر بالاخره ثانیه آخر همونطوری گل شد. حالا تاکتیکی بود که تیم به نظر روش تمرین کرده بود و بالاخره آخرش هم جواب داد. من خودم همیشه یکی از نکاتی که در مورد بازی‌های داماش ایراد میگرفتم اینه که آقا چقدر شما همش الکی ارسال میکنی، الکی بازی بلند انجام مستقیم انجام میدی، یه خورده شوت هم هر از گاهی کارسازه و تو این بازی هم خدا رو شکر مثل بازی با شهر بابک در کزای تبار زده بود. آره نشون میده خب این تیم روی این تاکتیکی خود میتونه بهتر کار کنه و تو این بازی هم چند بار امتحان کردم بالاخره نتیجه داد. و روی ضربات سر هم حالا به رغم اینکه ضربات سر اونطوری که باید تو هدف نبود، ولی چند تا موقعیت خطرناک ما با ضربات سر داشتیم و حالا نمیدونم به خاطر ضعف دفاعی اونا بود یا چی،
به هر حال ما تونستیم تا یه جای هدای اول بزنیم، البته گل تبدیل نشد. در کل تیم بهتر بازی کرد نیمه دوم، ولی باز داشت همه چیز به همون سمت مثل بازی چادر ملو میشد. یعنی اگه اون توپ آخر گل نمیشد، به هر حال توپ بکنم به دست گلر برخورد کرد رفت تو گل، تا جایی که من دقت کردم این نزدیک بود. آره. یعنی گل رفت سمتش. آره اگه نمیشد دوباره همون سناریو بازی چادر ملو میشد دوباره. مثلا این بازی اگه مساوی می‌کردیم دیگه خیلی وضعیتون خراب میشد. دیگه واقعا کنترل کردن استادیوم خیلی سخت میشد و دیگه برگردوندن جو خیلی سخت میشد و حالا اون یک الان امید بود. جدول آره درسته که از نظر جایگاه جالبی نیستیم، ولی با تیم پایینمون که در محوطه قرمز جدوله و با تیم بالاییمون که از محوطه قرمز خارج شده ما هم امتیازیم. بس فقط سر تفاضل گل. الان اگه این بازی مساوی شد 21 امتیاز میشه. تفاضل گل خب بی معنیه دیگه، یعنی آخرش که فکر کنم بازی رو در رو میکشه. الان سر تفاضل گل پایین‌تریم. به هر حال اگه این بازی نمی‌بردیم 21 امتیازی میشدیم. عملا از همون تیمایی که همراهمون الان هم امتیازیم مثلا 2 امتیاز کمتر میشدیم. این رقابت خیلی برام سخت‌تر میشد. الان هم میدونید که ما بعد این 3 تا بازی خونگی دیگه داریم و 2 تا هم خارج از خونه، 2 تا خارج از خونه که تقریبا احتمال نمیدیم امتیاز بگیریم. ما با تمرکزمون روی 9 امتیاز خونگی باشه که بازی خیلی آسونی هم نداریم حالا مقابل نفت و گاز گشتاران مثل سوم. حالا در این مورد بذار آره همزمان با صحبت در مورد بازی نفت مسجد سلیمان در این مورد صحبت می‌کنیم. در مورد همین شهر راست آره در کل به هر حال خوب تموم شد. نمیدونم نظر تو در مورد بازی چیه؟ تو هم به هر حال بودی اونجا، تو جو چطوری دیدی؟ ببین جو که از روزها قبل از شروع بازی جو جالبی نبود توی شبکه‌های اجتماعی. بعد رسیدیم به استادیوم همونجوری که گفتی اونجا هم وضعیت همین بود، ولی به هر حال هوادارا با همفکری هم به این نتیجه رسیدن که این بازی هم مثل بازی قبل‌تر کامل بخوان تشویق کنن و نتیجه هم داد. حالا خوشبختانه نتیجه هم داد و تونستیم بازی رو ببریم. خود باشگاه البته در تلاش بود که جو تغییر بکنه. حالا باند گذاشته بودن، آهنگای عجیب و غریب پخش می‌کردن. کاش یکم آهنگ بیشتر داشتن. همشون 5 تا رو پخش می‌کرد. تلاش بود برای همین قضیه. تو رفتی نمیدونم چی. یه آهنگی آره جنوبی هم بود. تلاشی بود در همین راستا که جواب هم گرفتیم. امیدوارم که به هر حال تیم تو این جو نمونه. حالا میگم در ادامه حالا صحبت میکنیم. یعنی اینکه بردیم به نظرم این نبود که ما خیلی تیم خیلی خوبی بودیم. نبایدم فراموش کنیم تیم حریف در حال اخراجی داد و اخراجی داد. بعد کلا نیم ساعت در حال 10 نفر بازی کردن. زیاد ترکیب خوبی هم نداشت. آره بعد تیمی هم بود که حالا انگیزه خاصی هم نداشت ولی داشت با انگیزه بازی می‌کرد. یعنی خیلی جالب بود. انگیزه صعود یا سقوط نداشت ولی داشت با انگیزه بازی می‌کرد. به هر حالا یه نکته انرافی هم وسط بگم. حالا بعدش تو فکر کنم کنفرانس رو نبودی؟ نه من زودتر اومدم دفتر کردم فایل رو کنفرانس رو ضبط کردیم. آقای ستارزادان صحبتاشو صحبت کرد، ما کلیپشو گذاشتیم. بعد اینکه قطع کردیم اومد گفت نه چی این چه جویه، نمیدونم تا بازیکن میفته این هوادارا فوش میده، اینا خودشون خانواده نداره این چیزا. بابا بنده خدا تو یکم بگو بازیکنات از اون حالت معلولیت جسمی در بیان، هی افتادن زمین یکم بازی بکنین، هوادارا رو جری نکنین دیگه. همش افتادون زمین یه امتیاز بگیرن. من که نشیدم هوادارا چیزی اگه چیزی گفتن حق داشت. یه بحثی که وجود داره اینه که حالا چه بخوایم چه نخواهیم، چه خوب باشه چه بد باشه، این وضعیت فوتبال موجود مملکت دیگه. یعنی همش افتادین. بعد نه مثلا اینجا مثلا فقط حرف می‌خورید، چه تمرینی شما میکنین؟ همش افتادین زمین، یه باد بهتون میخوره بعد میگه چه هوادار فوش میده. من که نچینم فوشی بدم ولی حق داشتن چیزی اعتراضایی که کردن حق داشتن. این بود صحبت در مورد شهر راست. فکر نمی‌کنم صحبت بعد تو کنفرانسی که داشت یه چیز با مزه‌ای که گفته بود ستارزاده این بود که بازیکنم کرل یکی از بازیکنام کرولاله فقط میتونه سلام بگه و خدافظی کنه ولی داور به خاطر اینکه میگه بهم حرف زدن کار داده. حالا ساعت سخمش با خودش ولی با مزه بود در حال. آره حالا یه نکته این بازی علی نظر مرادی محروم بود. آره چون الان مثلا یه بحثی پیش میاد میگم مثلا خاطر محرومیت نبود که توی کنفرانس بود. حالا نه محروم بود دیگه. اگه محروم بود که هیچ بحثی در این مورد بحثای دیگه پس شاید. آره این بود صحبت در مورد شهر راز. بریم یه تیزر کوتاه ببینیم برگردیم با مهمون برنامه‌مون. بریم بیایم. نه همین سرش پایین بود.
آها فرصت برای حامد، دیریبل میزنن، دروازه خالی، به چیر دروازه باسم. خدایا با ما یار نیستی شد، باسم یار با ما نیست. ندیدی تیر دروازه خالی که حسن رمضانی باز هم به تیر دروازه میکوبه، باز هم تیر دروازه، بفرست رو دروازه، ضربه سر از شرمین بزرگ، باز هم به تیر، باز هم به تیر، یا خدا باز هم به تیر. ما نمیخوایم گل بزنیم. خب برگشتیم با حمید الطافی ملقب به حامد بزن. شانس هم نداریم. حمید جان خیلی خوشحالیم که مرسی. یک بار دیگه بعد از سالها در یک برنامه مشترک داموشی کنار همیم. اگر سلامی داشته باشی با بیننده‌ها که برنامه رو پیش ببریم. من سلام عرض میکنم خدمت همه بیننده های عزیز. علی آقا و علی آقا در خدمت شما هستم. خواهش میکنم. حمید جان قبل از اینکه حالا در مورد اون کلیپ معروف و حالا کارهایی که برای داموش می‌کردی بخوایم صحبت کنیم، یه حرف و حدیثی من نمیخواستم بیام حرفتو دارم قطع خیلی. میکنم. من خودم تو آخرین پستی که گذاشتم گفتم هی بمونه برای بعد. اتفاقا حالا حرفتو قطع کردم، ولی هر وقت ما میخواستیم یه توضیحی بدیم، یه کاری بکنیم، دیدیم نه شرایط تیم خوب نیست، شاید چیزی هی میگفتیم بمونه برای بعد، بمونه برای بعد. حالا شما لطف کردی، دعوت هم کردی، منم دیگه شما هرچی میگید که ما میگیم بله چشم و میایم. حالا ادامه فرمایشتو بگو. آره ببین یه ذهنیتی که ممکنه بعضی از هوادارا داشته باشن اینه که حمید و حامد، حالا حامد میتونه از طرف خودش بعداً بیاد صحبت کنه، میگن حمید از زمانی که باباشون دیگه توی داموش نیست بچه هم دیگه کمرنگ شدن، کار هواداری نمیکنن، حضور ندارن. آیا این دو تا قضیه با هم مرتبطن؟ چون میدونم قبل از اینکه اصلا بابات حالا سمتی هم در سالیان اخیر داشته باشه تو داموش شما فعال بودید. بابا اومد داموش به عنوان مدیر عامل، بعد شما یهو دیگه. خب ببین ما از بچگی، من 5-6 سالم بود ما ورزشگاه بودیم، یعنی اصلا نمیشد که این تیم رو دنبال نکنیم یا دور و بر این تیم نباشیم. شما فکر کن مثلا با اون منتخب جوانان روسیه بود چی بود اومده بودن اینجا، شوروی بود. آره. بازی داشتن. فکر کن مثلا علی افتخاری گل زد، همه پا شدن، من اینقدر بچه بودم کوچیک بودم مثلا گریه می‌کردم. مثلا این جو یه لحظه مثلا یه خاطرات این شکلی یادمه. هستیم، نه اینکه نباشیم. چندی حالا مخاطبا شاید ندونن خیلی جوون موندی. میشه نگم. آره نه خواهش می‌کنم. خاطرات زمان شوروی داری میگی؟ آره نه ببین الانم هستیم، بازی ها رو دنبال میکنیم، ورزشگاه هم میایم. حالا بعضی از بازی ها رو که نتونستیم ورزشگاه بیایم خب قطعا به صورت زنده دنبال میکنیم، ولی کمرنگ شدیم در زمینه انجام فعالیت. چرا این دلیلش چیه؟ واقعیتشو بخوای چند تا مسئله است، هم درگیری های زندگی، هم فشارهای به هر حال زندگی و کاری و اینها، هم این که اون یه سری حرف و حدیث ها همون موقعی که ما کار میکردیم شاید ببین من حالا نمیدونم اینجا اسم بیارم اسم نیارم، اگه میتونم مثلا فکر کن ما بازی همون موقع مثلا بازی خارج از خونه میرفتیم، بپرسید از احمد حسنپور، بپرسید از نوران عبداللهی، بپرسید مثلا ما با خرج خودمون مثلا فکر کن یه بار میومدیم، حالا نمیدونم شاید بچهای اوکی ان، یعنی این که من میگم دونگی میذاشتیم میرفتیم مثلا چه میدونم بوکان، میرفتیم مثلا ارومیه در زمان حضور بابا. آره ولی بعد می اومدن مثلا میگفتن سید علی هاشمی مثلا به من میگفت حمید، به من میگن تو هر بازی چقدر میگیری گزارش میکنی، یا مثلا آرمان غریبی ها مثلا به من میگفت که آقا مثلا این طنز نمایشی کار میکردیم با صدای خاصی داشتیم، چیز میگفت مثلا میگفت آقا شما دارین پول میگیرین، یا نمیدونم بابا اصلا خب یه چیزایی این اتفاق البته واسه همه هست. میخوای بگی که به خاطر بعضی از حرف و حدیث ها دلسرد شدین؟ دلسرد شاید در زمینه
فعالیت‌های توی شبکه‌های اجتماعی شده باشیم، اما دلسرد از هواداری که نمیشه شد. یعنی چون ببین ما چشم باز کردیم با این تیم بودیم و فکر میکنم تا ابد، تا اون روزی که زنده هم هستیم با این تیم هستیم. ولی اینکه چرا کار نمی‌کنیم، خب شاید دلایلش این باشه. آره حالا اینکه میپرسم چرا کار نمی‌کنی، خب دلیلش هم شاید مشخص باشه، برمیگرده به ویدیویی که دوباره بعد از سالها وایرال شد، هر از گاهی دوباره وایرال میشه، اون شروین بزرگ و حامد بزن و چی شد اون جریان تعریف کنید دوران کامل. 12 اردیبهشت 96 بود. سال 96 من تو همون متنی هم که نوشتم خدمتتون، حالا میگم به بچه‌ها یا عزیزانی که شاید حالا تو این چند سال بیشتر با فضای مجازی آشنان، اون زمان علی لایو نه فیسبوک داشت نه اینستاگرام، یعنی فقط برای عکس بود و آپلود ویدیو. یعنی اصلا غیر از صدا و سیما هیچ جایی نبود که شما بتونی یک پخش زنده داشته باشی. یعنی اصطلاحاً لایو استریم اصلا نداشتیم ما تو فوتبال ایران. نمیدونم نمونه ای نیست، اگر باشه شما قطعا میدیدید، وجود نداشت. اصلا یادم با هم مشورتایی میکردیم که چیکار کنیم که لایو استریم اجرا بکنیم. خب من مثلا یادم اولین بازی که من سال 95 لایو استریم رفتیم بازی تهران بود، استقلال آبی ب. حالا من اسم میارم، میثم محبوب که اون زمان روابط عمومی داماش بود شاهده که ما رفتیم تهران، مثلا از بچهای تهران فرهاد نیک عزیزم اومده بود اونجا و ما لایو رفتیم. هفته بعدش بازی بعدی تو رشت بود بعد استقلال آبی که ما اومدیم، مثلا مرتضی مهدوی یا آرمان عشقی با هم صحبت میکردن، گفتم حمید عجب کاری کردی. یعنی اصلا چنین چیزی اصلا وجود نداشت. ببینید الان شما گوشیتون رو میگیرید لایو میگیرید تو اینستاگرام آپلود میکنید، همه میتونن همون لحظه شما رو ببینن. چنین چیزی اون زمان اصلا در واقع قفل بود. در واقع حالا من صحبتتون رو بخوام جور دیگه بگم، اینجوری بود که اون صوته از اون تصویر جدا بودن دیگه اصلا 100%. و بعد مثلا عرض میکنم ما بعد از در واقع یک برنامه رادیویی داشتید که اون چیزی که گزارش کرده بودی رو گذاشتید روی اون فیلمی که گرفته بودید. بله، ما ارتباط زنده رادیویی داشتیم. یعنی بچه‌ها میتونستن بازی‌های داماش رو بشنوند از طریق پلتفرمایی که البته یه بخشش هم خود شما هم زحمتشو کشیده بودین. بچه‌ها میتونستن بازی‌های داماش رو به صورت زنده بشنوند، کاری که تا پیش از اونم هیچ شبکه، یعنی اون زمان من گفتم حتی آنتن ورزش 3 هم نبود، یعنی پلتفرم‌ها اینقدر پیشرفت نکرده بودن. یادم که حالا اون زمان که شما رادیو داماش رو راه انداخته بودید، یه سایتی هست تو اینترنت اسمش خاطرم نیست که رادیوهای سطح جهان رو نشون میداد. توی ایران فکر می‌کنم یکی یا دو تا رادیوی آنلاین کلا وجود داشت. دقیقاً 2 تا بود. یکیش ما بودیم، اون یکیش هم فکر می‌کنم تو حوالی جنوب بود. شاید هم رو نقشه اشتباه افتاده بود. ممکنه توی کشور دیگه‌ای بود باشه. حالا به هر حال این بحثش سر اینه. یا مثلا فکر کنید بعد از اون اتفاق، خب یه 5-6 ماه بعدش ویدیو وایرال شد. اون زمان حتی شبکه‌های اجتماعی هم اینقدر پیشرفت نکرده بودن که بعد از اون من حالا با آقای میثاقی که صحبت می‌کردیم، البته حالا نوشتاری باهاش صحبت کردم، مثلا از من پرسید که آقا چی شد؟ مثلا تو گفتی برادر من حامد الطافی ویدیوشو گرفته گل بود. ببین درک نمی‌کنن. ما ارتباط زنده رادیویی داشتیم. اون زمان حامد رو خط وای میستاد، مثلا آفسایدا رو حامد میگرفت، گلا رو حامد میگرفت. از پایینم خود همون ویدیو هم فکر کنم حامد گرفته اصلا. خود همون ویدیو هم زحمت حامد بوده. من اگه میگفتم حامد گرفته، چون داشتم با مخاطبانم تو رادیو صحبت میکردیم، یعنی ما راحت بودیم با بچه‌ها همه چی رو عنوان میکردیم. یه چیزی هم که فکر میکنم درک نشد توی کل اون ویدیو و برای خیلی‌ها عجیب بود و باعث پخش شدن اون ویدیو شد، این بود که گزارشگر چرا یک طرفه داره گزارش میکنه. اینم چیزی که هنوز جا نیافتاده. سایت هواداری بود، خب چیز رادیو هواداری بود. چرا؟ دلیلش دقیقاً همین بود علی. من چند بارم گفتم، حالا شاید بچه‌ها که دارن نگاه میکنن خسته بشن. اون زمان جز صدا و سیما کسی نبود. دقیقاً هیچ کسی، هیچ رسانه‌ای غیر از صدا و سیما نبود. پس مخاطبی که میاد این ویدیو رو 6 ماه بعد میبینه، میگه این گزارش صدا و سیماست و گزارشگرم مثلا فکر کنید مثلا شبکه بارانه، آره داره یک طرفه گزارش میکنه، در صورتی که اصلا البته بگم حالا اون بازی شاید مثلا بعد چند ماه خیلی یا اون کلیپو دیدن، مثلا شاید
از بیرون چون دیده بودن به نظرشون خنده‌دار اونا میاد، ولی اون بازی واقعا یکی از بازی دردناکی هرس بود. درارترین بازی‌ها بود. هر چی می‌زدیم گل نمی‌شد، به اون موقعیتی نمی‌رسید. آخر فکر کنم همون بازی دیگه عملاً شانس صعود ما رو از بین آره. برد. آره. و اینم بگم حالا بعدش که اون گزارش پخش شد، این بنده خدا حامد اکبری پور کلی هم فوش خورد. آره در همین مورد خدا حامد لعنتی بزن فلان. ببین من حامد اتفاقا پری روز با حامد صحبت کردم دوباره حامدم استوری گذاشت گفت این لکه ننگ از دامان من پاک نمیشه. حامد جون اگه منو میبینی من دوباره ازت معذرت میخوام، ولی من چرا میگفتم حامد بزن؟ حامد اون موقع آقای گل ما بود. من از حامد انتظار داشتم. ببین امین متوسل زاده تو تیم ما بود، حسن رمضانی بود، شروین بزرگ بود. اون زمان شروین بزرگ، شروین جون اینقدر بزرگ نبود. موقع شروین هنوز بزرگ نشد. اینم باز یکی از نکاتی بود که آره. خیلی حاشیه ایجاد کرد. مثلا تو میگفتی شروین بزرگ، فکر می‌کردم من لقبش آره شروین دی گریت مثلا. آره دقیقاً. خیلی شروین بزرگ کی مثلا میگه بزرگ، شروین کبیر. آره مثلا شروین جون فامیلیش ببین خب ما اون زمان از حامد انتظار داشتیم و بعد البته حامد قضیه رو درک کرد و خب به هر حال این داستان بود، ولی کن اینجوری پیش اومد. و نکته دیگه که ما اون جو رو داشتیم، بچه‌ها شما یادتونه، هوادار قدیمی ها یادشونه، هفته قبلش ما تو کاشان برای اولین بار نردبون خورد تو سر هوادار ما. اصلا نردبون تو ورزشگاه بازی نیمه تمام موند، ما رفته بودیم. 3-0 شد اون بازی. 3-0 بود دیگه، نیمه تمام بود. آره همون بازی 3-0 هم بود به نفع اونا. آره. نیمه تمام هم شده بود. یعنی فکر کن نردبون چی کار میکردش. بعد با اون جو اومدیم. هادی طباطبایی، آره هادی طباطبایی سرمربی ما بود. هادی خان شما هم اگه میبینید من سلام خدمت شما عرض میکنم. جو داشتیم، یعنی آخرین فرصت ما بود برای صعود. بازی هم 1-1 کردیم فکر کنم. بازی امیدیه رو آره امین متوسل زاده هم گل ما رو زد، یعنی آره باید میبردیم نشد. یعنی میخوام بگم که این شکلی بود بچه‌ها. اصلا نه بحث طنز بود، نه بحث این بود که بخوایم مثلا بزرگ نمایی بشه. آره روی اون ویدیو الان یه سری کارا توی فضای مجازی انجام میدن، روی ویدیوها حرف گزارش میکنن. آره. گزارش‌های مسخره یا خنده‌دار یا نگاه کنید اینو نگاه کنید. اصلا این شکلی نبود. ولی به این شکل شاید اینم به هر حال برگی از تاریخ به هر حال داماش شد. همین جان این رادیو داماش تو اون برهه خودش به حال حالت رسانه داماشی قوی بود. شاید مثلا همین الان هم بتونیم بگیم کارهایی که ما توی واروش اسپورت انجام میدیم تا حد زیادی تاثیراتی از رادیو داماش گرفته. به نظرت امکانش هست مثلا خود تواناییشو داری یا وقتشو داری علاقه‌شو و حامد البته آره که بخواید دوباره یه زمانی رو استارتشو بزنین؟ من اسم همه رو گفتم. حامد الطافی واقعا زحمت کشیده روی این. مثلا ببین ما یه بخشی داشتیم به اسم حالا طنز داماشی که من می نوشتم و آرمان غریبی نیا زحمت میکشید. یه بخشایی داشتیم اسم همه رو گفتم. سید علی هاشمی مثلا میومد پیش بازی یا بعد بازی تحلیل ها رو وایس میگرفت. گزارشش هم همونجا شد. گزارش خانم پاکنهاد یه مدت خانم آره زحمت میکشیدن. تو رادیو بخشای خبری داشتیم سر تایم های مشخص. حالا نمیدونم اواخر پخش 24 ساعته شده بودی. آره ببین اون یه ذره که دور میفتی شاید اون استارت مجدد برات سخت باشه، ولی هستیم همچنان تو فضای هواداری. اما نمیدونم، فکر نمی کنم بتونم دوباره برگردیم اون بحث صرفا رادیو داماش رو بتونیم دست بگیریم. ما یه بخشی داشتیم هنوز هم هیچ کسی اون کارو نکرده. حالا نمیدونم بگم ما مثلا مشابه گل‌هایی که می‌زدیم تو گل‌های اروپایی اونا رو با هم میکس می‌کردیم. از فوتبالیستا می‌ذاشتیم یادش بخیر واقعا. همین دیگه. حالا برنامه‌ام زیاد طولانی نشه، من بگو که بازی الان داماش رو که دنبال می‌کنی وضعیت داماش رو به عنوان یک هوادار به چه شکلی می‌بینی؟ چی میشه این فصل واقعا؟ من به نظرم خوشبین هستم که میمونیم. خیلی خوب بازی نمی کنیم. من اصلا فنی نیستم و خیلی وارد اون مسائل نمیشم، اما میشه بگم که شانس آوردیم این بازی رو و بردیم و امیدوارم که بمونیم. همینقدر بگم بهتون و این امید تو دل من هست که انشالله میمونیم، چون حق این هواداره. ببین من از همه اسم بردم. ما طرفدارایی داریم، هوادارایی داریم که این هوادارا حقشون نیست
آره. تو این سطح تشویق کنم. شما ببین علی مثلا اینا هم خب یه اتاق فکری دارن، یعنی بچه‌ها میشینن چه شعارهایی چه کلی وقت تشویقای، خب این تشویقا خب معلومه که یه لحظه ای نیست. بعد فکر کن خیلی راحت سپاهان یا استقلال یا یکی دو تا تیم دیگه میان کپی میکنن همین شعار ما رو، شاید اونا باز بعد کنن. اوناشون تو سطح بالا میگن اونا ساختن. آره اونا ساختن، در صورتی که مثلا بچهای ما این همون ور مثلا شما مثلا عشق میکنی تیفوسی ها رو میبینی چه تشویقی میکنن، مثلا فکر کنم من میام این ور میشینم که فقط تماشا کنیم. دقیقاً دم شما هم گرم بچهای تیفوسی، دم تک تکتون گرم. این بود حمید الطافی. حمید حالا اگر صحبت پایانی هست که بکن که بریم سراغ بازی با نفت مسجد سلیمان. آرزوی موفقیت دارم برای همه کسایی که دارن کار میکنن، همه کسایی که قبلا کار کردن و الان کار نمیکنن. خیلی بچه‌های خوبی داشتیم که شاید الان کمتر حضور دارن و اینکه انشالله که روزای خوب واسمون هر چه زودتر بیاد. ممنونم ازت حمید الطافی. مخلص. خب برگشتیم. مثل همیشه اگر صداهای محیط هست به بزرگی خودتون ببخشید، ما واقعا استودیوی حرفه‌ای نداریم، مجبوریم که به همین شکل برنامه‌مون رو ضبط کنیم. خوبه آدم یه افرادی از گذشته ببینه. آره مثلا مثل همون اپیزودی که با علی خیرخواه داشتیم، اونم جذابیتش علی که میدونی الان روی سکوار میاد. آره اون ولاگینگ میرفتن رو سکو اونجا بودش. آره داشت میرفتن تو ابرهای بارانی طوفانی. ساری عرضم به خدمتت که حس نوستالژی خیلی خوبی داشت برات. آره. برسیم به بازی که مقابل نفت مسجد سلیمان داریم. ما چرا میخوایم در مورد این قضیه صحبت کنیم؟ به این دلیل که روال برنامه‌مونه. خب به این دلیل که الان میریم خارج از خونه میبازیم. چی میگم من؟ ببین اون روزم طالب اگه برنامه همراه باشه کسی دیده باشه، من اولش هم گفتم ما احتمال داریم بازی رو ببریم شهرازو، ولی قرار نیست این برد مثلا باعث بشه ما فراموش کنیم که چه مستی رو پشت سر گذاشتیم، تو چه روندی هستیم. چون الان ما کلا یه مشکل ثابتی داریم به اسم همون نتیجه نگرفتن تو خارج از خونه و تیم کلا خودش رو میبازه، از پیش باخته میره خارج از خونه. و حالا نفت مسجد سلیمان بازی اخیرش هم فکر کنم مساوی کرد، آره 0-0 کرده بود، ولی یه شایعاتی هم هست حالا مثل این که بازیکن خودمون عماد میرجوان حالا یه شکایتی داشته، مثل این که قرار حکمی بیاد، حالا میگن اگه مثلا مطالباتش پرداخت نشه شاید از مسجد سلیمان امتیاز کسب بشه و شاید اگه از مسجد سلیمان خود امتیاز کسب شه اونا دیگه زیاد شانسی برای صعود نداشته باشن، یه خورده شلتر باشن. خب حکم نیامده فکر نمی‌کنم با این سیستم بخوام بازی کنم. ولی چیزه اینا همه گفتمان هاست، چیزی نیست که چیزی که به صورت فکت وجود داره اینه که نفت مسجد سلیمان برای اینکه بتونه صعود کنه به این برد نیاز داره 100%. خب پس با توجه اینکه تو زمین خودش هم هست، به نظرم کاملا فوتبالی از خودش ارائه میده که مسلط باشه، کاملا سعی میکنه که بیاد برای بردن. حالا اینجا ما به عنوان داماشی که وضعیت جالبی نداریم، به نظرم دو تا روش بازی میتونیم داشته باشیم که شاید بتونیم مثلا یک مساوی بگیریم یا ببریم حتی بازی رو. که این دو تا روش چی میتونن باشن؟ یکی این که مقابل تیمی که میدونیم سر تا با حمله است، ما میتونیم بیایم دست به ضد حمله بزنیم، یعنی دقیقاً اونا هر چی میکشن جلو. ببین عزیزم ما اونقدر توی دفاع توانایی خب من همینو میخوام بهت بگم. روش دوممون این میشه که ما میخوایم دفاع اتوبوسی بکنیم که اونم ابزار میخواد، تمرین میخواد همینطوری. خب حالا چون من حالا مثلا میگم ما بچه‌ها تو گروه‌های مختلف صحبت می‌کردن، یه سری میگفتن اگر دفاع اتوبوسی بکنیم میتونیم مثلا مساوی رو بگیریم. اگر بکنیم ببین ما جوری میگیم دفاع اتوبوسی مثلا انگار یه چیز عادیه، مثلا همه بشینن توی محوطه جریمه خودشون، این میشه دفاع اتوبوسی. هر چیزی یه برنامه‌ریزی تاکتیک داره، تمرین داره، چینش خاص داره، اون ادامه دادن داره، مثلا اینقدر انجام داده باشن که مثلا روالشون همون باشه. مثلا مورینیو همینطوری میاد توی تیم که یهو نمیگه از بازی اول بریم دفاع اتوبوسی کنین، اینقدر باشون تمرین میکنه اینا. حالا سر یه بازی خاصی میرسن که تیم تا دندون مسلحه، مثلا بهترین خط حمله اینا داره، خب میاد دفاع اتوبوسی میکنه.
اونا هم بعد بازیکنای به لحاظ فنی حالا تواناتری دارن تا که ما الان تو لیگ دسته یک ایرانیم و داریم تو منطقه سقوطیم. الان ما ابزار دفاع اتوبوسی شاید به اون صورت نداشته باشیم. دفاع می‌خوایم باید مثلا حالا تا اون حد توان خودمون دفاع کنیم. در همین که مدافعان حالا کمتر اشتباه فنی داشته باشن خودش تا حدی به اون کمک. تو یعنی فکر می‌کنی که ما می‌بازیم؟ ببین من نتیجه رو کار ندارم. من به لحاظ آماری، به لحاظ بازی که از داماش می‌بینم، به لحاظ بازی که تو تمام فصل از داماش توی خارج از خونه دیدم، شانسی تو این بازی نمی‌بینم و نمی‌خوام الکی چیزی بگم که کسی امیدوار بشه و نمی‌خوام هم چیزی بگم که روحیه تیم از بین بره. ولی آمار اینطوریه. من امیدوارم داماش برخلاف آمار و ارقام گذشته خب عملکرد داشته باشه و بتونه از این بازی سربلند ببینه. حالا بازی رفتم تو خونه 0-0 آره 0-0 بود و هر چیزی تو فوتبال ممکنه علی. حالا بعضی وقت ما گفتیم یه بردای داخل خونه آوردیم، مثلا چون مقال آستارا مقال شهر بابک رفتیم در مورد بازی بعدش که مثلا خارج از خونه بود گفتیم البته بعد از شهر بابک خارج از خونه نشد با خیبر داشت مثلا آستارا ما آمری بازیش بود. خب الان ما آستارا رو بردیم شاید بریم بازی با شاهین بندرآمری بهتر بازی کنیم روحیه گرفته یا مثلا آریو رو بردیم بازی بعدش خارج از خونه دیگه داشتیم گفتیم مثلا ما بریم بیرون بهتر بازی کنیم ولی هیچ کدوم از این موارد پیش نیومد. ولی من چیزی نمیخوام بگم که الکی باعث امیدواری بشه. من امیدوارم که ولی برخلاف آمار داشت عمل کرده. نظرم مثل توئه ولی با فرض محال که محال نیست. با فرض اینکه بتونیم بازی رو ببریم اولا میشه گفت که تیم میمونه. باز بستگی داره علی ما نمیتونیم اینو بگیم. خیلی دیگه اصلا نمیتونیم در مورد داماش چیزی رو قطعی شده و بیمه شده بگیم. از کجا معلومه الان مثلا خونگی‌های مقابل مثل سونگون و نفترگت گازگشتان برن جفتشون تیم‌های خوبیه. آره و از شهر راست حداقل بهترن. ما هنوز توی بازی‌های خونگی واقعا خیلی اوقات یه دقایقی از بازی دست و پا بسته‌ایم و اون زهردار بودن رو نداریم. باید روی تک موقعیت‌ها روی حالا اون شانس‌ها و چیزایی که میاریم گل بزنیم. من الان گفته بودم خودمون هم نمیدونیم بازی اخیر چجوری بردیم فقط برد. آره. ولی به هر حال میگم در مورد بازی با نفت مسجد سلیمان فکر کنم یه نکته جالب دیگه هم که وجود داره اینه که چند از بازیکنامون هم کامل نیست. نه حالا کسایی که از قبل اینجا بودن و الان آقای جعفرزاده آره دوستانی هستن اونجا. دوستانی هست. چند نفر دیگه فکر کنم بودن نبودن دیگه. حالا من اسامیشو الان یادم نیست. من یادم نیست. آره. اینقدر تاثیر کمی داشتن یادم نموند. در مورد همین بازی صحبتی دیگه میگم من همونطور که گفتم اون چیزی که منطق فوتبال نشون میده احتمال باخت داماش بیشتره ولی خب امیدوارم یه حرکتی در قبالش بکنیم باشه. برخلاف خیلی از اپیزودا دیگه اینجا بالا نتیجه هم پیش بینی نکنیم فکر کنم بهتر باشه. بلش دیگه واقعا کار بیهوده‌ایه. من فقط باید اولین واکنش درست داماش رو در بازی خارج از خونه ببینم که بعد بتونم در مورد بازی بعد بیام تحلیل کنیم بگیم مثل اون بازی که بعد بتونم در مورد بازی‌های دیگه‌ای که خارج از خونه داریم یه نظر قاطع بدم. ما فقط یه مساوی داشتیم اونم تو اون بازی گل نزدیم حریف گل نزد. کلا زیاد بحث شاید همین اتفاق تکرار بشه. آره امیدوارم حالا همونم بد نیست. برای تو این شرایط بد نیست. یک امتیاز مثلا تو همون شرایط باشیم. علی ما یک وضعیت خطرناکی که توی جدول داریم اینه که با توجه به سایر کاندیدای سقوط ما بازی رو در رو همه رو باختیم. یعنی در مجموع این آمار بدی که در مورد داماش وجود داره اینه که ما این فصل در مقابل همه حریفان حداقل یه بار باختیم. خب خیلی بده دیگه. این منجر به این میشه که اگر امتیاز مساوی داشته باشیم این تیمی که سقوط میکنه ما باشیم. 100%. و از تیمایی که پایین باشون بازی کردیم فکر کنم مثلا فقط حالا موقع خلیج فارس بودن شاهین بندرآمری اونو فقط بردیم. با بابل مساوی کردیم یه دونه باختیم. دیگه نمیدونم عرضم به حضورت که خوشه یه دونه مساوی کردیم حالا معلومه تو مشهد در مجموع هیچ تیمی رو نبردیم در واقع. در مجموع هیچ تیمی رو دوباره نبردیم. و هیچ تیمی هم نبوده که کلا تو این فصل ما رو نبرده باشه. این یه نکته منفیه. فصل عجیب و غریبی فصل بد و به لحاظ آماری آبروبری ولی امیدوارم که فقط خوب تموم بشه ببینیم حالا فصل بعد چی میکنیم. فصل بعدی انشالله باشه. آره امیدوارم که همینطور باشه. یکی از دوستان کامنت گذاشته بود گفت علی رهبر تو قراره از وارش اسپورت بری؟ نخوندی کامنتش رو؟ از وارش اسپورت برم. آره این صحبتایی که کرده بود تو ولاگ. آره اون کامنت. آره. کلا مثلا از وارش و داماش اینا بکشم بیرون. من هیچ وقت فکر نکنم اتفاق بیفته. از دور چرا چنین برداشتی کردن از تا زمانی که داماش وجود داشته باشه من است. اینو میتونم بگم.
این بود اپیزود این هفته. من به نوبه خودم از شما خداحافظی میکنم. خداحافظ به امید یه شگفتی خارج از خانه در روز چهارشنبه. زشت اینو میگم شگفتی، ولی به امید شگفتی. خدا نگهدار.